این پیام را به خواهران من برسانین. اگر خواهران من آرزوی شفاعت رسول الله را در روز قیامت دارند، باید از خود اظهار محبت را نشان بدن، حجاب خود را رعایت بکنن. ای پدر بزرگوار، ای برادر عزیز، به خدا قسم در روز قیامت من و تو مسئول هستیم. در روز قیامت الله جل مجده از من و تو از لباس خواهر پرسان می کند، از لباس مادر پرسان می کند، از لباس همسر پرسان می کند. کجا هست محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ اگر من و تو محبت رسول الله را داریم، امروز باید به خواهر خود بگوییم ای خواهر، بس است، بعد از این دیگر اجازه نداری به لباس بی حجابی و بی عفتی بیرون برایی و قلب رسول الله را جریحه دار بکنی. عزیز من، در ابتدا گفتم شکایت من امروز از امت اسلامی است، نه از یهود و نصارا، اونها که دشمنان اسلام هستند، اونها که دشمنان قسم خورده الله و رسول هستند. کار اونها همین است که